الان ساعت تقریبا 11 ظهره و من نیم ساعت پیش بیدار شدم و امروز یه روز خیلی معمولیه. من قبلا که این سروما رو میزدم قشنگ صورتم رو باشون میشستم، بعد اینجوری بودم که این کار آیا درسته، چون کلا سرم کم غلیظه، کلا به این معروفه که غلیظتر و اثرگذارتر از کرمه اگر اشتباه نکنم. بعد از اون خانمه که اونجا کار میکرد سری دیگه رفتم بخرم، از اون خانمه پرسیدم، بعد خانمه گفت برای کل صورت 2 قطره باید استفاده کنی و اینجوری بودم که دیدم چقدر زود تموم شد. اکثر وقتایی که دارم ویدیو ضبط میکنم به طرز خیلی اتفاقی دوشنبه، مثل امروز واقعا برنامه خاصی ندارم و انقدر بیرون سرده، یعنی انقدر منفیه هوا، مثلا فکر کنم -1 که حتی نمیتونم مثلا بیرون برم یه قدم بزنم، ولی خب حالا ببینم چی میشه. شاید طرفای عصر یکم رفتم تا باشگاه ورزش کنم. الان من با تاپم چون داخل خونه گرمه و نمیشه اصلا بدون بخاری. اینم این مرطوب کننده، نمیدونم حس میکنم صورتم زیادی از حد خشکه و نیاز دارم به مرطوب کننده. من خیلی ولاگ دوست دارم و خودم بخوام ویدیو ببینم ولاگ میبینم همیشه، ولی همیشه فکر میکنم که چرا اینا همیشه اینجوریه که از ساعت مثلا 6 صبح بلند میشن 10 شب میخوابن و این به این کلی کارهای مختلف میکنن، با دوستشون میرن بیرون، 90 ساعت درس میخونن، خرید میکنن و اینا، و کلا برام عجیب بود. واقعیت اینه که زندگی واقعی خیلی وقتا تو 11 ظهر بلند میشی و برنامه خاصی برای طول روزت نداری. شاید بد باشه ولی هممون میدونیم که واقعیه حداقل. بستنی موچیه رو تست کنم ببینم چه طعمیه. با طعم ماچا گرین تیه. آره موچا واقعا من فقط بعضی وقتا دوست دارم رو زمین غذا بخورم. نظر تو چیه؟ من دوست دارم وقتایی که مثلا با کسی هم رو زمین غذا بخورم. بیرون برف اومده. پارسال اصلا اینجوری نشد. ماگم آوردم که اگه میریم قهوه بگیریم تو ماگم بگیرم. خیلی باحاله. من چند سال برف ندیدم. 4 سال برف ندیدم من. بیشتر 10 سال برف ندیدم. لحظه ببین موهای من و سر و وزم. یه اسلو موشن ازم بگیر باشه.
ببین سفیده. کل راهو اومدم که قهوه بگیریم اینجا و لیوان من پر برفه و اینجا فقط الان خفتگیرا هستن و من و ماگم. اینو میخوام امتحان کنم چجوریه. چکوز خیلی دوست دارم بگم. خب کافیه متشکرم. این چون خیلی غلیظه شیرم میریزم توش. خوشمزه؟ عالیه. دونات هم بگیریم. دوناتاش کجا؟ ببین دونات خوب داشت میگیرم، اگه دونات بد مزه داشت. کریسپی کریم هم هست، دوناتش خیلی خوشمزه. این سادهش خیلی خوشمزه. اینم تا حالا نخوردم. ولی چون این چیز خیلی هات چکلت خیلی شیرینه اینو میگیرم. خوشمزه نیست. برای آدم برفی کوچولی. سینا بیا یکم برف با پات بریز. نه این شکلی به بغل پات. من لطفاً. اینقدر سرد بود بیرون، من اومدم داخل. یه دورم اومدم لباسم عوض کردم چون خیلی سردم بود با اون یکی لباسه، ولی این بدتر بود برعکس ظاهرش که گرمتر به نظر میرسه. بیرون خیلی خوشگله. دلم نمیخواست بیام ولی خیلی سردم بود. من یخ میزنم همین الانش. دستمو ببین خداییش. زنگ آهن قشنگ. خود آمریکایی هم چیز دارن، همین برف رو میخورن ولی با اون شیر عسلیا و شکر و اینجور چیزا. من هنوز یخم آب نشده، سرده. من خدایی همیشه ترجیحم گرماه تا سرما، چون مثلا برف و اینا رو خیلی دوست دارم و خیلی بهم خوش میگذره، ولی مثلا تو گرما بیشتر انگار تحملم بالاتره. مثلا یه جای گرم باشم بیشتر میتونم تحمل کنم مثلا آفتاب رو روی پوستم تا سرمای خیلی زیادو. میدونی منظورم چیه؟